اینجا مرسس خواست مثلا من رو بکشه، خواست بزرگ نمایی کنه، خودکشی کرد و هنوز هم نتیجه 1-1 هستش. گایز چطورید؟ اومدیم با مرسس.com یک دوئل خشن بزنیم، دوئلی که دوئل شاتگان هستش. این دوئل منجر به یک خرافاتی هستش که بازنده میتونه یک قاشق پر از نمک رو به بدن بزنه و خیلی این ترکیب خونی هستش. خب 1-0 فعلا در ابتدای بازی که بدنمون گرم بشه، بریم تو حال و هوای گیم زدن، بریم دیگه خدا چی نصیب میخواد بکنه دیگه. خلاصه دیگه بچه خب اینجا مرسس خواست مثلا من رو بکشه، خواست بزرگ نمایی کنه، خودکشی کرد و هنوز هم نتیجه 1-1 هستش. ما 2 تا پرویم. 2 تا لول پرو هستیم که بریم گفتیم با هم دیگه ذره، چون شما گفتین و به خاطر این ما زدیم، چون که شما رو ما دوست داریم و خیلی دوست داریم که شما رو. خب و نتیجه 3-0 هستیم. فعلا مرسام داره به یک قاشق پر نمک نزدیک میشه و کمپ کرده بود. مرسام کمپ نباید بکنی، مرسام باید رو در رو بازی کنی، دوئل کمپی نیست. خب کمپ نباید بکنی، کمپ نباید بکنی مرسام جان. آره آفرین، کمپ نباید بکنی، چون اگه کمپ کنی بچه ها میگن که باید رو در رو بازی کنی تا بتونی 7 دقیقه مونده یک نم سحور را دیگه من بدم دور میلرزه. بدن مرسام در حال لرز هستش و میگه میخوای بیا بازی با هم دیگه باقی میکنیم. عزیزکم من داشتم تیر پر میکردم. موقعی تیر پر کردن باید یه جا کمپ کنی. تو که کمپ میکنی میزنی، تو که میگه اجازه نداریم کمپ خب کنی. کمپ واسه زدن بده، نه که واسه تیر پر کردن. اوکی تو الان کم کرده بودی؟ الان کم کرده بودی؟ آره و بعد از سال 1 تیر خوردم از مرسیلس. 3 تا خوردی؟ بله بایی تا 20 اینو بهتون بگیم. بله بازی اینجا نوشته شرط تا 20 هستش. دردناکترین چیزی اینه که هنوز مرسام 5 تا عقب هستش از من و این ماجرا رو تلخ میکنه. 9-3 6 تا عقب میفته. مرسام با هوش بازی نمیکنه، فقط با گوش خودش بازی میکنه. هر جا تیر بخوره میره همونجا. الان میگه میخواد بازی واقعیش نشون میده. آناناس و بله یکی خوردم از مرسام. دوستان بعضی جاها ما صحبت نمی کنیم به خاطر این هستش که درگیر بازی هستیم، به خاطر خطرناک هست، چون بس خودتون میدونید دیگه، بس یک قاشق پر از نمکه، شوخی بردار نیست که. خب بریم ببینیم که مرسیلس بازداری کجا کمپ کرده.
دیدمش و زدمش. 10-4. هنوز هم دیر نیست مرسان، میتونی تا 5 دقیقه دیگه خودتو جمع کنی. 10 تا خورده، یعنی 5 تا دیگه. 2 تاییم هم رفتیم. اضافه شد به تو. آره آره یکی به تو اضافه شد. یکی هم به تو اضافه شد. نه اشتباهی من اینو خوب کردی. شاید بعضیتون بگین که بازی ناعادلانه هست، ولی دیگه من چیکار کنم دیگه؟ بس یک قاشق نمکه. آره دیگه. بعد از بازی من اشتباه مرسام رو هم میگم توی شاتگان زدن که بعضی خودم اشتباه دارم، چون این کاراکترم میشینه من خاطر مرسام سوء استفاده میکنه و کوک میکنه شاتگانش روی من و همین 5 تا من با اشتباه خودم خوردم، وگرنه اگه دیده بودین از اول بازی من اصلا نداشتم چیزی و فقط بود 0. خب من دارم نزدیک میشم به 20 و مرسام نزدیک میشه به این بده تقریبا 10 و بعد دیدین که پرشی زدمش، خیلی هم 13 میشه. 8 تای دیگه نه میشه فکر کنم میشه 5 تای دیگه و 8 تا دیگه میخوام تو برسم. آره 8 تا دیگه هنوز مونده دیگه، باید پرونده رو بازی. 3 تا دیگه عقب هستش برسم. بله مثل خیلی عقب هستش. فکر 3 تا دیگه باید 4 تا دیگه تا 10 میخوام من برسم تا حداقل 9 بشم، یا همون 19 بشم. بعد من نمک نمیخوام کجایی لعنتی. بس نمک شرمنده رفیق. فقط 10 تا عقبم. فقط 3 تا عقبه. من فقط 3 تا 10 عقبه. بله 2 تای دیگه تا خوشبختی. خدایا من برسون به نمک نرسون، به سعادت برسون. چرا تو رو؟ چون که مرسام میخواد لب بزنه به اون نمکی که خیلی خوشمزه است و فیلمش هم راستی نگفتم بهتون که فیلمش هم میذارم براتون که ببینید مرسیلس داره نمک میخوره و داره میخنده و تمام شد زمان. خب دیگه تمام میشه. مرسام باید نمکشو بخوره. یکم الان بهتون نشون میدیمش. باید نمک بخوره خوشبخت بشه و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. خیلی دوستتون دارم. ببین نمک خوردن.